این دوتا جمله رو چطوری معنی میکنید؟ The woman is here. A woman is here. توی فارسی ما یا معادل دقیق برای ا یا ان داریم. بهش میگیم یا نکره یا یک. مثلا اینجا میگیم یک خانم اینجاست یا خانومی اینجاست. یعنی یک کسی، یه چیزی که ما نمیدونیم، نمیشناسیم. همینطوری داریم نوعش رو میگیم. اما the معادل دقیقی توی فارسی نداره. ما نمیتونیم مثلا بگیم the یه معنی خاصی داره توی فارسی. اما توی انگلیسی خیلی مهمه که جاهایی که لازم هست حتما the رو به کار ببریم. یه مثال براتون میزنم. فرض کنیم زنگ در خونه میخوره، میریم ما جواب میدیم. میبینیم توی آیفون تصویر میبینیم یه پسر بچه است زنگ زده داره در میره. دوستت بهت میگه کی بود زنگ زد؟ بهش میگی it was a boy، یعنی یه پسره بود، نمیدونم کیه، اونم نمیدونه کیه. 5 دقیقه بعد دوباره صدای زنگ در میاد، میری جواب میدی، میبینی همون پسر است دوباره داره در میره. دوباره بهت میگن کی بود؟ میگی it was the boy، یعنی همون پسره بود، این پسره که الان حرفشو زدم، اینی که میدونی کیه. نکته اولی که میخوام بهتون بگم و خیلی مهمه اینه که هر موقع ما یه اسمی رو یه بار استفاده کرده باشیم، یه بار حرفش رو زده باشیم، بخوایم بار دوم استفادهش کنیم، قبلش باید the بیاریم. مثل همین a boy و the boy که اینجا گفتیم، چون شنوندمون میدونه که ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم. همین چند دقیقه پیش یا همین چند وقت پیش در موردش حرف زدیم و طرفمون میشناسه، میدونه قضیه چیه. نکته دوم اینه که ما باید برای چیزهایی که دور و برمون یا تو کل دنیا حتی یه دونه ازشون وجود داره از the استفاده کنیم. مثلا the sun، یه خورشید دور و بر ما هست دیگه. the moon، یه دونه ماه ما داریم. the sea، یه دونه دریایی که نزدیکمونه و میریم. یا مثلا من اگه بگم turn on the light please، چراغ روشن کن، باید the بگم، منظورم همین چراغ اتاقی که توش هستیم. یا مثلا میگم I go to the kitchen، من میرم تو آشپزخونه. the kitchen باید بگم، یعنی همین آشپزخونه که تو خونه هست. یا مثلا open the door please، در اتاقی که توش هستیم دیگه. پس چیزایی که دور و برمون یا توی کل دنیا ازشون یه دونه هست، ما حتما باید قبلشون the بیاریم. نکته سوم هم اینه که ما به صورت قراردادی برای یه سری اماکن شهری حتما قبلشون the میاریم. مثلا میگیم I go to the cinema، من میرم سینما. I go to the theater، من میرم تئاتر. یا مثلا میگیم I go to the doctor، میرم دکتر. I go to the dentist، میرم دندون پزشکی، میرم پیش دندون پزشک در واقع. I go to the bank، میرم بانک. I go to the post office، I go to the post office، یعنی میرم اداره پست. I go to the airport، این هم باز یه دونه هم هست نزدیک ما، خیلی منطقی تر هم هست از دو وجه. ما خیلی از اماکن شهری رو هم پس با the میگیم به صورت قراردادی. Let's go to the gym. So you say, Annie, the dog is in the oven. And near the shower. But he's in the shower. What's the problem? This is the problem. یه توضیح خیلی کوچیک بهتون بدم در مورد تفاوت ا و ان. اینا دقیقاً بچه‌ها یکی هستن، فقط و فقط به خاطر راحتی توی تلفظی که اینا شدن 2 تا کلمه و یه کوچولو کاربردشون با هم دیگه متفاوته. ما قبل از همه اسم قابل شمارش میتونیم از ا استفاده کنیم، به جز جاهایی که اون اسم با حروف صدادار شروع بشه، یعنی با A, E, I, O, U. اگه اینا باشه، مثلا شما کلمه umbrella رو در نظر بگیرید. اگه بخوایم بگیم a umbrella سخت میشه، به خاطر همین میگیم an umbrella. پس an میذاریم قبل از اسمایی که اولین حرفشون یه حرف صدا داره. A universe, an ATM. چند تا مثال دیگه بگیم. A doctor, a nurse, an actor, an engineer, an idiot. میبینید که قبل از حروف صدادار ما همیشه از ان استفاده میکنیم. حالا اینجا هم یه نکته خیلی خوشگل هست برای کلمه مثل university که اولش حرف صدادار هست ولی اون صداش در واقع vowel sound نیست، یعنی یک صدای مصوت نداره. نمیگیم university. اگه university بود ما از
ان استفاده میکنیم، ولی چون یه اولشه در واقع میگیم university، دیگه نمیگیم ان بذاریم، میگیم a university. پس مهم صدای این حرف ها هست، نه اینکه صرفا بخواد حرف صدا دار باشه. اینم یه نکته خیلی ریزه که خواستم توی ذهنتون باشه. حتما ازش مثالای بیشتری میبینید و خیلی راحت اینا رو میتونید یاد بگیرید. مواظب خودتون باشید. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.